الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. حضرت عایشه مادر ما در روایتی که هم در بخاری و هم در مسلم روایت شده است، مگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم سفارش دادند که وقتی رمضان دهه آخرش که نزدیک شد، شبهای طاق دهه آخر رمضان را شب قدر را جستجو بکنند. یکی از دانشمندان میگه خداوند متعال اگر شب قدر در دهه طاق آخر رمضان پنهان و مبهم گذاشته باشد، اگر برای ما در کار شود این شب قدر که از 1000 ماه که بودش افضل است 365 روز شبها خواب نبرم تا اینکه این شب به دست بیارم. ولی چی جایی که همگی 5 شب است که این فضیلت دارد از یک عمری که 80 سال زیاد خدا را عبادت و پرستش کرده باشی ثوابش افضلتر و نیکتر است. البته خداوند متعال این شب قدر که خودشان تفسیر کردن در سوره قدر که الان قرائت کردیم، فقط نگفته نماند که این شب که شب نزول فرشته های رحمت، حتی بعضی از روایات الروح خود حضرت جبرئیل امین است. این فضیلت تا صبح همین شب برای کسانی که شبها بیدار استادند، شاید نماز خواندند، شاید خواهرای مادرایی که عذر دارند، اینقدر محبتی به این شب دارند، ذکر یاد خدا کردند، از خدا طلب کردند، دعا کردند، اجر و ثوابش سببش برادرای گرامی نزول قرآن است. اگر هر انسان بخواهد این شب به قدرش برسد، در همه عمری که خدا داد چشمش 512 مگاپیکسل صورتگرافی دارد. خطایی ساخته شد یا یاپونس صاحب چشم حق نداره بالای تو دعوا کنه که تو چرا کلام مرا نخوندی؟ و این چشم کجا را نگاه کردی؟ 80 سال عمر دادم. که بیا سوال جواب این بینایی چشمته. و همه که عمر دولانید من برای تو دادم، یک حرف از قرآن نخوانده نزد من آمدی. 24 ساعت یوتیوب با انگلیسی و با خطایی با روسی برای دنیا پیش رفتن یاد گرفتی. 29 حرف قرآن چه مشکلات داشت که تو در مغز خود جای نکردی؟ اگر سوال و جواب است برادرای عزیز، برای هر عضوی که الله برای تو داد بی پول در تو خدمت میکند، هر یک عضو ما در برابرش نعمت خدا را شکرانش میخواهد که باید تشکر کند. و چشم بینایی که الله داده نخواد برای صاحب همین چشم کلامی همین صاحب چشم شما نکنید، قرائت نکنید. دوستای خدا رو ببینید، از پیشوای مذهب سرکردگی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تا تمام صاحبان مذهب، حتی امام احمد و امام مالک و امام شافعی، همه را اگر در مناقبش بخونیم همین رمضان میدون آمده، حتی تمام کتابهاشون را جمع میکردیم، فقط مشغول قرائت و تلاوت قرآن میشدیم. بسیار شنیدیم از پیشواهامون، از دامولاهامون که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 61 بار ختم قرآن کردن در رمضان مبارک. 60 بارش در غیر نماز بود، 1 بارش با همراهی قاری تراویح در ختم قرآن کردن. از خودمان یک بار سوال کنیم که برادرای گرامی، ما چند بار ختم قرآن کردیم نزد خدا میریم؟ قرآن یا شفاعت میکند یا شکایت میکند. اگر شفاعت کرد هیچ یکان که زورش نمیرسه، سبب داخل شدن جنت میشود. اگر شکایت کرد هیچ شفاعت کننده زورش نمیرسه.
برای کلام الله است. شدنش نزول قرآن عظیم شان. اگر الله ذوالجلال در این شب قدر کلام خود قرآن عظیم شان نازل نمیکرد، این شب قدر به مثل شب‌های دیگر هیچ قدر منزلت سبب کفارت گناه ها و رفع درجات در نزد پروردگار نبود. یعنی هر انسانی اگر میخواهد واقعیت این شب زنده داری کند و به قدر این شب برسد، باید خواننده قرآن باشد. خیلی جای تأسف است بعضی از شخص‌هایی که قرآن خوانده میتونند، حتی شاید پرسید در رمضان ولی یک ختم کردگی نیستند. اگر اشکار میشود، اگر در روز میدانی محشر دیگه همه اشکار میشود که چقدر قرآن وقت شکایت میکند از بالای ما باشد، از تاجرها باشد، از دیگر باشد، یگان عذر بهانه جویی نمیشود. تاجر بهانه کردن نمیتوند که ما در کار مشغول بودم، دهقانش بهانه کردن نمیتونه ما در دهقانی مشغول بودم، وظیفه دارش بهانه کردن نمیتونه که من در وظیفه مشغول بودم، یا قاری و دامولوش دیگر بهانه گذاری کردن نمیتوند که من مشغولیت زیاد داشتم، زیرا از ما زیاد مشغولیت خلیفه های پیغمبر بزرگوار داشتن، صاحبای مذهب داشتن. بالای حمیده این قدر زیاد با کلام خدا را در رمضان مبارک ختم میکردن. نزول فرشته های رحمت، ببینید که فضیلت های این شب این است که رحمت خدا اونقدر زیاد بشه و سفارش بشه. امام بیهقی یک روایت میآید بگه شب قدر که یکی از شب‌های قدر امید داریم و گمان داریم که همین شب که ما و شما قرار داریم. سفارش الله جل جلاله بشود، جبرائیل دعوت میکند، یا بیرق سبز در دستش میتید و میگه با گروه زیادی از فرشته ها به زمین فرود بیا. سرلشکر حضرت جبرائیل امین است و این بیرق در بالای کعبه گذاشته میشود. سفارش میشود، تمام فرشته ها به زمین منتشر میشوند. در هر جایی که مسلمان این شب خواب نیست، یا نماز خوانده است، یا ذکر الله کرده است، یا قرائت قرآن کرده است، یا خیر و خوبی ها احسان کرده است، همه آنها دو سفارش است که نزد اینها حاضر شوید، با اینها مصافحه کنید، با اینها درود و رحمت بگویید و در دعاهاشون شریک شوید و آمین بگویید تا که دعای این جمعیت به درگاه پروردگار مقبول شود. وقت و ساعتش تا وقتی طلوع صبح است، تا وقتی فجر است. این رحمت در خانه همه مردم مسلمان باید باشد. لیکن مقصد از شب خواب نرفتن این نیست برادرای گرامی که تلویزیون مانی و تلویزیون تماشا کنی، خاکی و فوتبال و با مثلا یگان کارهای دیگر، یا در دست تلفن یوتیوب تماشا کنی بگی شب من شب قدر کردم، یا نماز خوانده است، یا ذکر الله کرده است، یا قرائت قرآن کرده است، یا خیر و خوبی ها احسان کرده است، همه آنها دو سفارش است که نزد اینها حاضر شوید، با اینها مصافحه کنید، با اینها درود و رحمت بگویید و در دعاهاشون شریک شوید و آمین بگویید تا که دعای این جمعیت به درگاه پروردگار مقبول شود. وقت و ساعتش تا وقتی طلوع صبح است، تا وقتی فجر است. این رحمت در خانه همه مردم مسلمان باید باشد. لیکن مقصد از شب خواب نرفتن این نیست برادرای گرامی که تلویزیون مانی و تلویزیون تماشا کنی، خاکی و فوتبال و با مثلا یگان کارهای دیگر، یا در دست تلفن یوتیوب تماشا کنی بگی شب من شب قدر کردم. نه، باید همه اینها یک طرف باشد و به جانب پروردگار هر چی که در دل داری باید خالص کنی که خدای فلان کم بودی دارم. پیامبرت وعده کرده که الان دعا قبول میشه، من باور دارم رسول الله حق است. هر مشکلاتی داری مرحمت از خدا طلب کردن با همراهی همسر تو، اهل بیت و خاندان تو، هر چی که طلب کردی امید است گمان از فرشته آمین میگه به درگاه خدا قبول میشه. ما آمینه یک اگر تفصیلات دنیایی بگم، یک رئیس بخواهی که مکتوب تو امضاشو بگیری، یک سال دوادار داری گپتا نمیگیره، بعد جستجو میکنی که او همون واسطه یافتن دار تو کی به این نزدیکترین انسان باشد که گپی او رو نگفتن نمیتونه، مکتوب در دستش میتی و شاید اگه چیش وعدهش میکنی میره در یک ساعت میگیره امضاشو میاره. در دعای ما آمین فرشته به مثل انا همین انسان است که امضای رئیس گرفته. آمین که گفت این راست به درگاه خدا قبول میشود دعای ما و شما. صبح میشود
و حضرت جبرائیل به فرشته ها خطاب میکنه که یا معشر الملائکه، ای گروه های فرشته هایی که با من بودین، اگه همه در صف قطار شوید، الرحیل اگه وقتی برآمدن ما نزدیک شد، وقت ما تمام شد، فرصت به آخر رسید، هر که به مکان خود میرود. فرشته میپرسه که ای جبرائیل، خداوند متعال نسبت این مردمی که این شب تا صبح خواب نکردند و عبادت کردند، ذکر یاد خدا کردند، از خدا طلب مغفرت کردند، نسبت این امت محمد صلی الله علیه و سلم خدا چی حکم برآورد و صادر کرد؟ حضرت میگفته که نظر الله تعالی الیهم نظرت رحمه، الله ذوالجلال نسبت همه اینها نظر رحمت کرد. غفر لهم، خدا غمشان و گناهاشان مغفرت کرد. عفا عنهم، از تمام کمبودیاشان بخشید و نابود کرد. شکلی که حضرت عایشه مادرمون ای رسول خدا پرسیدن که اگر من شب قدر در بیابم برای من چی وصیت میکنه، چی راهنمایی میکنه، من چی دعا را زیاد بگویم؟ حضرت گفتم بگو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. خدایا تو بخشنده ها رو دوست نداری، ما را ببخش. ایوایی که این تلویزیه گناه های ما رو مغفرت کرد، مگر گفت الا اربعه، مگر 4 طایفه و گروه را خداوند نه این شب قدرشان قبول کرد و نه دعا و مغفرت. خدا پناه ته که دوستای عزیز ما از این گروه ها نباشیم. این سخن من نیست، سخن رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. مدمن الخمر، انسان عرق نوشی که تا به حال توبه نکرده است، منتظر است که ایچه او گذر کند، یا بنگ میکشد، یا گراین استفاده میبرد، یا افیون استفاده میبرد. هر چیزی که حکم خمر دارد که مسکننده عقل زیبات از بین میبرد، مشروط میکند. انسان اگر از این گناه دست نکشد، نیت توبه ندارد، تو سحر که اگر اینم با همین قدر مشقت ها، عذاب ها، پاها ورم کند و به خدا عبادت و پرستش کند، هیچ مغفرت برای اون نیست. دویم گفتن آق پدر و مادر. همه دوستایی که شبای قدر، شبای ختم میبینیم هزارها انسان از پشت قاریای ما، این باور که رحمت الله ببینیم، این فخر ما مردم مسلمان تاجیکستان هایی که در تاجیکستان اینقدر خدا ما رو دوست داشته که چقدر قاریای قرآن داریم. هیچی نباشد هزارها مسجد ما یک ماه رمضان همه ختم کلام خدا بود، همه قرآن را ختم کردن. یک ختم قرآن در غیر رمضان 3,200,000 ثواب دارد. در غیر رمضان، در غیر داخل نماز. در داخل نماز در فضایل قرآن میاد هر حرف قرآن 200 ثواب دارد. شما این را ضرب کنید در شب قدر وقتی ختم می شود. و این رحمت خدا است در این خاندان مردم مسلمان تاجیکستان. غیر از این خداوند متعال ببینید، دوستایی که در روسیه زندگی میکنن میشنوه اکثر مسجدها در اوج قاریای ما پیش میدروید. نظر رحمت خداست که کلام خدا ختم میشود. نکی اون دوستی که هزارها انسان رو میبینیم قاری وقتی پیش میدروید دعا میکنه، 6 قطار گریه میکنه. فکر میکنم بین همه 1000 نفری که ختم قرآن اشتراک میکنند گریه و ناله میکنند، نفری نوجوان مرد وجود دارد که پدر و مادرش او راضی نیست. این شب قدر، شب قبر برای وای حاضی هم فرصت داره رو پیش پدر و مادرش از همین ختم قرآن اشتراک کردن و تراویح خواندن رفته دعای نیک و ریزاگی پدر و مادر گرفتن ملیون بار از شب قدر بالاتر براش. چی امروز درده؟ فرزند کلام میکند، صاحب زن و فرزندش میکند، برای یک نافهمی بین زن و مادرش دست زنش میگیرد، گودکاش میگیرد، ماشین در لباس کوچه میگیرد، ای خانه پدر و مادرش خر کرده برآمده میرود. دیگه باری هم به سراغ پدر و مادر نمیرود. چه خدا گناهی رو میگذارد؟ رضا الله فی رضا الوالدین، سخط الله فی سخط ما. رضاگی خدا در رضاگی پدر و مادر. این شبها، این عبادتها، این حجها، این زکاتها، این خیرها زمان نزد خدا قدر دارد، قبول دارد، این اجر و ثواب و جنت دارد که والدین تو از تو راضی باشند. سوم گفتم قاطع الرحم، هر شخصی که با خویش تبارش قهریه. این در جامعه ما زیاده. تو مردنشون با اخوهاشون، با دادراشون، با عفاهاشون، خواهراشون قهری. لا يدخل الجنة قاطع الرحم. امام بخاری روایت میکنه که انسانی که با خویش تبارش رابطه‌اش بریده داخل بهشت نمیشه. چهارم نفری که باید برادر مسلمانش قهریه.
زیاده از 3 روز شد. این پیامی هست که خواهش میکنم اگر رفیقاتون و خیش تباراتون دوست دارید در بین شما از این 4 طایفه اگه کس نباشد یک خدمت دیگه کنه که همین شب تا سحر بود باشید تلفن کنین کسی را میدونه که از همین گروه ها هست او را هشدار کنه که تو این که شبش براش به قدر الله دعا کنیم که این اطعام طعام و احسان های انسانی به خانه با اهل بیت و برادرانشان و درگاهش خالصانه قبول کنه. این شب قدر واقعا برای همه ما و شما و تمام مردم مسلمان دنیا شب مبارک قدر آمین. الله عزوجل نه فقط همین شب را الله را دعا کنیم که حیاتی که ما داریم تو روز مرگ خدا این حیات ما را حیاتی با برکت و مثل شب قدر بگردونه. و صلی الله علی رسولنا محمد.